ما امتی صادق خدا هستیم یا نیستیم. دروغگو فریبگر. این خطر اینجا. نه بسیار مردم ما بسیارش میگن ما مسلمان هستیم. ادباش میگن. اما نه که بحثی نمیرن. نماز نمیخونن. با نماز نمیخونن با نماز خونی نمیمونن. با عجا نمیکشه. خطر اینجا. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پس پیغمبر خدا تعالی صفت ما و شما را کرد. اگر این صفت ما و شما را باشه مردم خطر یقین بودم که این قرآن گفته است. رحماء بینهم، بین خود مسلمان هستی، مؤمن هستی، رحمخوار و دوست و مشفق دیگه باشه. بدبین نباشه. این صفت رحماء در شوهر که نباشه یه آدم موافق قرآن ایمان کامل نداره. خدا میگه در سوره بقره که و ما هم بی‌مؤمنین. مسلمان هست نیکی چی؟ در وجودش ایمان نیست. اینا قشلاق ترانسفورماتر چسبوندن، سویت کشیدن، نیکی پیوند ترانسفورماتر را در گیس راغون نچسبوندن. یک از روز بیرن میگه قشلاق همش سویت داره. شب که بیاد تاریک حالا چه؟ دستیم کلون در راغون یا در نورک پیوند نشید. وقتی تو که مسلمان هستی میگه مسلمان هستم لباس اسلام ده هستی اما در چی؟ حتی مسلمان ها نیستی. رنگ اون ترانسفورماتری که سوید نداره رنگ همون تو درونی تو تاریک است. در تاریکی گشته ایستاده. برای هم خدا رهگون میزنی. عرقه ای حلال فرق نمینی. حرومه زنا را از زن حلالی فرق نمینی. برای هم خدا گفت که سه چهار زن بگیری زنا نکنی. امروز زناگران کسل هیچ چیزی پیدا شده است حکومت دیگه دعواش نمیآورد. 1400 سال پیش خدا در قرآن گفت که همون زناگار را هر 60 سال کنی بمبرن. برای چی؟ امروز اثبات کردن اپارات‌های دکترا که این خدای محمد برای خلق گفته است. این زنا طریق کسل داشته است. دو کس میبرن 1000 کس نجات میآورد. هزارها کافر مسلمان شده از این آیت. انا ببین امروز مسلمان ها میدونن اما 2 زن بگیرن 3 زن بگیرن فرزند حلالی ولی زنا دکی نکنن. دکی ولی زنا را همون آدم زنا کرده خیلی قبول نمیکنه. اون زنه قبول میده میره در ولسه میجه دنگلش میره مگرزه میره. او چیزی که خدا حلال کرده برادر او چیز بسیار قدر منظره داره. هم در دنیا قدر منظره هم در قیامت. انا شما هم طریق هیچ محل نگه که کلابی و غرمی و جوشیگی و چقدرچی نگه جنو شدین. برای قرآن جو نگفته است. روز یک روز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومد. حضرت بلال در مسجد شیشتگی بسیار زیقه. آدم زیق معلومه کو. رسول الله دوما در همه خیستن زیارت کردن دید که بلال بسیار زیقه. اون بلال کی خفر کرد؟ کی دی نامشم که همه خب بعد خالد اومد گفت که خالد بن ولید او یا رسول الله من خفش کنم یک دهانم خالد گفتم که غلام حبشی آره برام کنم کلابی و غربی نگه این اسلام تری اسلام نیست فهمیدی؟ انما المؤمنون اخوة کسی به خدا و قرآن ایمان داره همون از برادر تو فهمیدی؟ در ایمان خود تور نزد تشه نزد در عمر مملکت آواد نمیشه وطن آواد نمیشه بعد رسول اکرم گفت یا خالد میدونی حبشی را اون میدونم یا رسول الله اون ایره کسی خفر کنه خدا را خفر کنه ایره گفت خدا بسیار دوست میداره فهمیدی؟ این بلال خفر نکنه که خدا خفر میشه همین خیلی دیگه خالد از خواهی منه خفه شده تو این کلمه جودا هست که بار استفاده میبره بچه‌های جون نکنه این کارو را فهمیدی؟ نکنه کاری بکنه که همه وقت در هر جایی که باشه فرزنداتون رو بکنه گفت من دکتر شوند اکادمیک شوند انجینیر شوند لیاچوک شوند بیان در وطن خدمت کنند در وطن در 70 سال ما نداشتیم اینطوری سو این 10-20 سالگی نه سردار دولت سگره وطن مونه فرزند وطن راهبری کرد در شمی عمارت 20 اتاجه بود 10 اتاجه بود از 4 اتاج ممکنه به زیاد میگن خاک تو سو قوت نمیره فریب بکردن ولی شیده است کو میشیده است انا جوره دندانقاره شده است میشیده است کو انا شما یارو فکر میکنه بعد از سر ما و شما باید اینطوری چیزا باشه انا پیامبر انا اینجوری اول مسلمان باید وظیفه‌اش فکر کنه مسلمان چه وظیفه داره
وظیفه‌اش که قبل صاحب تا خدا تا بشناس، پیغمبر تا بشناس، قرآن تا بشناس، مذهب تا بشناس. هست مسلمان ساده